سرمتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. با پارت دوم ماینکرافت سروایول پارت دو. بله. خب ایتواله. خب حالا چیز لایک و فراموش نشه اگه خب قرار همیشه لایک و فراموش نشه اگه اینجور ویدیو دوستای براتون بذارم، این گیم پلی دوستای براتون بذارم، من بعد هر ویدیو یک پست میذارم و برای اون و کامنت ها داخل اون پست بذارین بیزنم دیگه. بله خب تو میرم داخل لایک و ساب یا ابوالفضل یا موسی کاظم یا عیسی ناظم یا بنی آهو یا زامن آهو صدانه یاقوت دسته به دسته اون از ما تردی بدون کسی پسترم اینو چیه؟ یا ویچ غذا دارم یا فکر دونم پر نمیشه. الان بهترین کاری که میتونم اینه که با کرافتینگ تیبل یه قایق بسازم و تا موقعی که صبح شه همین دو خودم دیگه برای درازشون خودیه چه ساعت دنبالش میگه اندروز نفت هم سر تو پر قایق هم ساختیم و بریم که چیز کنیم. اینم اینجا و اینم از این یا فرض رو میگیریم پیش به جلو فرام اندرمن پشمان تو قایقش نداره. ماشالله سرم که نمیشه. چیزی نباشه اینجا خوبه فکر چرا این دو نمیشه تصویرم عجیبه. وای خدا مثلا نشد مادر دلفین دست در نکنه دلفین همه جا زامبیه.
بررسی کنیم. عنکبوت عنکبوت. خب ای خدا ای خدا ای خدا. yes eyvah bakışmıyorsun. Yes tamam başka. خب صبح شده و من خیلی خوشحالم. لعنتی چقدر عزیزم کم گفت یه قایق دیگه دو تا تبرزه باید بشکنیم. خب بر نمیشه خورد. میخوام بسیم خوک گوشت خوک حرامه ولی مجبور میگه. بمیر خودتون بخش ما یه لحظه ویدیو رو استوب کرده ایم و به جلو رفته ایم و دیگه حالا یه کارهایی داشتیم دیگه. خب اینا رو میکنیم. اگه صداهای اضافه من واقعا دوستان ببخشید دوستان. خب ببخشید دوستان یه لحظه ما دوباره رفتیم. یک مشکلی پیش آمد. غذا که یه خوب کشیم میریم اینجا اینجا ای بابا اینجا میغولیم. چرا نمیخوره؟ خب من الان اینو چیکار کنم بخوره؟ آی برداشتیم بریم تو غار خب یا اگه میخوایی ویدیو گیم پلی دیگه بزن تو پست کامنت کن و اگه از این ویدیو گیم پلی دوست داری ساب کن.